سلام، من امین فردینم، همون خبرنگار جنجالی که همیشه یه چیزی رو میخواست افشا کنه، ولی امروز نه. امروز فقط یه ولاگ ساده از یک سفر ساده میخوام براتون بسازم، اونم از شهر زیبای کلن به سمت هامبورگ. برای چی؟ برای کنسرت آرتا. ولی معلوم نیست چی در انتظارمونه. بعضی وقتها باید زد به دل جاده و همه جنجالا رو پشت سر گذاشت. ولی آیا واقعا میشه از جنجال فرار کرد؟ بعد تو طول این ویدیو ببینیم که این ادعای من چقدر میتونه ثابت بشه. آیا من قرار فضا رو جنجالی بکنم یا قرار حسابی با هم بگیم و بخندیم و حال کنیم؟ سلام علیکم آقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ولاگ من توی فضای مدیایی. دارم سفر میکنم به شهر شهید پرور هامبورگ. اونجا کنسرت آرتا رو داریم و قراره که اونجا حسابی بتره کنیم. بعدش قراره که از هامبورگ بریم به سمت آمستردام، کشور هلند. شب اول کنسرت آرتا رو داریم، شب دوم هم کنسرت علی زند وکیلی. امیدوارم ویدیو خوبی از آب در بیاد. خودم دقیقا نمیدونم چی قراره در بیاد، ولی امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. بنده خدایی زحمتی کشیده بود، اومده بود یه خطی انداخته رو ماشین من. بچه‌ها نمی‌بینید از اینجا تا اینجا اونی که خط انداختی. واقعا مادر خوبی داری. اول بسم الله ببینیم داستان از چه قرار. دیدیم که بله اینجا حلق گوشی من شکسته شد و یعنی این سفره قرار حسابی آتیشی بشه. ما پول این حلقمون هم از این آرتا میگیریم. گوشش تصویر رو بد میگرفت. الان فکر کنم نگاه شما تصویر رو اینطوری میدیدید با این کیفیت، الان دیگه اینطوری خیلی شفاف میاد. اینم از اینایی که بغلم معلومه. من حال نمیکنم با این محافظ شیشه که بغل معلوم نیست. اگه دیدید یه پسری از اینا گذاشته که بغل معلوم نیست، بدونید دیوس داره یه کارایی میکنه، نمیخواد چتاش این ور اون ور یکی بخونه و اینا. معمولا این کارا میکنه. اون نه این ساده فقط یکم مثلا بچا نشکم بود. نگاه کنید گولشون رو نخورید. واقعا قلبم گرفت. البته قبل از اینکه بریم پیش آرتا یادم افتاد که ای بابا الکترو اسموک و کلا این سیگار و دودیجات و همه چی ما یادمون رفته. مجبور شدم این آرتا رو به صورت نرم از بغل بپیچونم. گفتم برم یه الکترو اسموکی بخرم دیگه. گفتم برم بخرم از اینا. دیرم هم شده. این مواد لازم در طول سفر برای من مثل قلیون برقی میمونه. وقتی وسط سفر اعتیاد یاد آدم میاد، کلا رفاقت میره تو اولویت دوم دیگه. قابل توجه دوستان. همونجور که خدمتتون عرض کردم مواد لازم برای یه سفر طولانی گرفتن الکترو اسموکه. همین اینجا الکترو اسموک بگیرم یه جای مخصوص. حالا ما می‌خوایم ویدیو ضبط بکنیم. زار البته فیلم داخل نمیگیرم چون ادیتور ندارم. بعد که اومدم بیرون بهتون میگم. خب دیگه آرتا رو پیچوندیم و اومدیم یه سیگار و این صحبت‌ها بخریم. گفتیم که یه لوتویی هم بزنیم دیگه. شاید این سفر یه معجزه‌ای شد، ما بردیم دیگه. چند تا عدد شانسی هم اونجا زدیم. امید به برد لوتو. همینقدر ساده که ما رو کلا نرسون آن تایم به پارسا. میام به پارسا، به آرتا. بریم داستان از چه قراره. بله دیگه اینجا خلاصه ما به هزار زور و زحمت که بود رسیدیم به آرتا تو هتل و اونم حسابی ماشاءالله معلوم بود دیگه. چقدر خوشحال از این که ما آن تایم نرسیدیم و حسابی که دختر از هم نشونم اینا. به کی باید اطمینان کرد، به کی نباید اطمینان کرد. این آرتا چند دقیقه تو هتلی؟ 2 ساعت ما رو 2 ساعت تو هتل شیر کردن بچه. یا دیجی مو رو می‌بینید اینجا، کوین لامگا و آرتا رو. خلاصه داریم میریم هامبورگ ببینیم که دنیا از چه قرار هستش. بقیه بعد ویدیو رو ببینم که نظر شما چیه؟ خسته نباشی. ما خسته ایم. شما خسته نباشی. قربون شما برم. اون یکی بچه، اون یکی پارسا کو؟ پارسا پایین الان. بچه‌ها واقعا آن تایمن. یه 5 دقیقه دیر کردم ولی اوکیه. الان بزنشون خون بالا نمیارن. خونی ندارن. ریلکسیم. فکر می‌کنی احسنت. بیا اینم. یعنی امیر فردین دست به دوربین دوباره رسید.
من دارم یه ولاگ ضبط میکنم. خب یه سلامی بکن حالا. سلام بکن. اون دستت که ما پارسا توی یه سایتی به اسم پورنهاب کار میکنم. ببین من جسمه تو بذار بشو من خدا بیا. همون فردین تو بک استیج ویدیوهای پورنهاب جور میکنه. یکی از اسپانسرشیپ‌های پورنهاب داره. گستاخی رو میبینی به کجا رسیده؟ بچه پارسا میدونی تیک داره؟ هر از چنگای خم میشه. داش من تیک ندارم. اینو نگیری یه لحظه نگاه. ولی خب ببینیم چیکار می‌کنیم دیگه. قرار بود که آرتوینا ساعت 12 را بیفتن. الان 2:30 خب. بعد به من 1:30 زنگ زدم، من زیر دوش بودم. بعد یه دفعه زنگ گفتن آقا اینا 1.5 ساعت معطل شدن تو لابی. خب برو سرشون رو گرم کن تا ما برسیم. خب بعد توی هیری ویری من الکتروسموک یادم رفت بود بخرم. خب رفتم الکتروسموک گرفتم، همون لحظه آرتا پیام داد کجایی، گفتم تو ترافیکم. خلاص آرتا جان حقیقتا من چه میگم راستشو میگم، رفتم الکتروسموک گرفتم به تو گفتم تو ترافیکم. اشکال نداره تو الان زودتر میرسیدم فرقی نمیکنه. آفرین. دیگه بعدا خواستم به دوستان راستشو بگم که ما دروغی نداریم بگیم. آرتایی هم که دارید اینجوری میبینید الان اینجوری آروم و صاف و ساده نشسته، واقعا آرومه. یعنی حالا من جدا از این صحبت‌ها یه نکته هم راجع به آرتا بگم. واقعا اون چیزی که بقیه فکر میکنن، نمیدونم بقیه چی فکر میکنن، ولی هر چیزی فکر میکنن، ولی آرتا بسیار آدم خاکیه. خب اجازه دوربین هم بگم بسیار آدم خاکی، مردانه، باحاله و خانمانی که نمی‌کنه. خیلی حال کردم باش. خلاصه ماشین اومد و اینجا ما ساکا رو جمع کردیم. این آقایی که می‌بینید شایانه کنار من نشسته، قراره که تو طول این مسیر حسابی با هم حال کنیم و تا هامبورگ مغز ما رو بخوریم. داریم میریم به سمت هامبورگ. اگر این موقع ما الان انقدر فرشه، ببین اون لحظه هم که میرسیم اینجوری سر حال هستیم یا نه. چند ساعت راه داریم؟ 4 ساعت تا اونجا راه دیگه. 4 ساعت خوب یا 4 ساعت سکسی؟ 4 ساعت خوب، اتوبان سکسی، اتوبان باز. میتونیم زودتر هم برسیم یا امکانش نیست؟ چرا؟ اگه بتونیم بگید آخه یک بچه‌ای که پشتمونن نمیتونن انقدر. ساعت 15:32 دقیقه. اصلا از کانادا اومدم پشت یا حد اکثر سرعت 80 کیلومتر. خلاص با همین گفتیم که بریم، اما خب قبل سفر خودتون میدونید دیگه آدم باید یه چیزی بزنه بر بدن دیگه. شکم از همه چیز مهمتره. این آقای مکدونالد یه سوال داشتم که چرا به مکدونالد نمیگن MC دونالد؟ ها بچه‌ها دارن اینجا میخورن. این حرف خصوصی میزنیم، ای دوربین نمیاری خودت اول بیا بعد دوربینو بیار. آقا خدای الان دست اول اومد بعد خود همین پردی اومد. یعنی ما هر جا میرفتیم غذا میخوردیم می‌بینیم جلو آرتا حساب کرده. داداش این عادت از کجا تو داری؟ مهمون مایی قربونت برم. نه آقا حرفا چیه، نکنین کارو. همیشه میگن دیگه هر ماجراجوی خوبی با یک همبرگر 2 برابر چرب شروع میشه. خلاصه ما زدیم و شایان جان everybody please. یس خلاصه ما این مکدونالد که زدیم دیدیم ای بابا 4 ساعت مسیر داریم تا هامبورگ، یعنی تو دل جاده‌های آلمان اول بسم الله زار ترافیک شد. اونم ترافیک آلمان که ساعت 4 تا 6، یعنی پایان جهان این ساعت وقتی ترافیک میشه دیگه. یعنی تو آلمان فقط یک چیز از قانون مستثناست، ترافیک. یعنی حتی تو اتوبان‌های آلمان که هیچ محدودیت سرعتی نداره، ترافیک خودش رو به تحمیل میکنه. واسه همون ترافیک هم بهانه‌ای شد که ما آرتا و تیمشو گم کردیم. تو گشتیم و تصویر گرفتیم از دل جاده و اینا، دیدیم آقا پیدا شد. یعنی که نیستن که نیست. میگفتم یکم ما چون درگیر کنسرت‌های آرتا شدیم، چند تا کشور هم رفتیم. اتریش رو رفتیم، سوئد رو رفتیم. خیلی کشورهای خوشگلی بودن. من گفتم آقا چه کاریه، بریم ویدیو هم بسازیم. خیلی زیبا گفتی. اصلا مو به طرف سیخ شد. میپردازم بهت. جای دیگه چی؟ فقط ما هم گیر کردیم وسط آهنگ و دودیجات و خاطره و گفتیم که یه چند تا آهنگ گوش بدیم، شاید یه کمی مسیر برامون نزدیکتر بشه. نتیجه شد این آهنگ. چون موزیکش کپی رایت داره، اما بزنیم روی این ولاگ کپی رایت میخوره، مجبورم که صدا رو کم کنم. کیشب تو رو واقعا یکی از شناسنامه‌های کاری آرتا خواهد بود این آهنگش. کیشب تو رو شرم و حیا داشته باشید، خجالت بکشید. منظورش این بوده که شب تو رو کی رسوند. اوکی اینم بسی برخوش. بعد بپرسم ازش کی شاید رسوندتش، میگه کی شب تو رو بردته. آره معلوم میشه که اون چیزی که تو ذهن توه باشه که چیز هم داره دیگه. یه آهنگی مسعود صادقلو هم داره میگه شب که میشه. مسعود صادقلو نه، ولی مسعود صادقلو یه آهنگ تو این تیپی داره. الان پلیش میکنم براتون. اینجا رو یافتم. عملیات پلی رو از رو ساعت من انجام بده شما.
آخر شب تو دادی به باد دادی به باد. چیو دادی به باد؟ منظور میگه آخر شب دادی به باد. میگه آخر شب یعنی که مثلا من بعد از خود مسعودم بپرسم سویچ ماشینش رو شب داده به باد. واقعا بعضی از آهنگا یعنی شما به عمق آهنگ که پی میبری به عمق موضوع. ادب چیز خوبیه. آقا این آهنگم حال نمیده. یعنی گفتیم که چی بهتر از این که بریم راجع به فلسفه دروغ گفتن دخترها صحبت بکنیم. چرا مثلا دخترها از دروغ گفتن خوششون نمیاد؟ البته این یه تیکه ویدیو من فکر میکنم که به مزاج عده از این دخترها خوششون نمیاد. بحث دیگه گفتیم چرا بعضی از دخترها شاید به خاطر اینکه شما دکترای این کار رو داری، من یه زمان خودت دختر بودی و پسر شدی. نه میدونی که اسمم چی بود؟ ایران اسم قشنگیه. اتفاقا منم یه دونه گردنبندشو دارم. از این جلوتر دیگه نمیتونم بیارم. عرضم به حضورت که چرا بعضی از دخترها دوست دارن دروغ بشنون. مثلا راستشو به طرف بگی حال نمیکنه، بعدش دروغ بگی. علتش چیه شاهان جان؟ علتش اینه که به خاطر اینکه عادت کرده. دوست ندارم واقعیت رو بفهم، دوست ندارم با واقعیت روبرو بشن، میخوام واقعیت در برن، چون امکان داره واقعیت رو اگه بفهمن نظرشون در مورد کاری که میخوام بکنن عوض بشه. مثال میزنم براتون. من مثلا پرسیدم به دختره، گفتم که تو توی رابطه چی برات مهمه؟ بعد گفتش که صداقت. گفتم 100% صداقت یا چیز دیگه هم هست. گفت نه صداقت. گفتم مثلا اگه یه پسر بیاد همینجوری مستقیم ببینت بگی آقا من دوست دارم شب باد بخوابم، چی بهش میگم؟ لحظه فوشش میدی دیگه، صادقانه بهت گفته. ولی طرف بگه نه مثلا من ازت خوشم اومده، میخوام با هم بریم توی رابطه طولانی و فلان و شاید با هم ازدواج کنیم و اینا، میگه نه این کیس خوبیه. بعد 2-3 ماه کار اداریشو که انجام داد دیگه نه من به نظرم ما به هم دیگه نمیخوریم، مثلا لحاظ شخصیتی و خانوادگی اینا، بهتره که همون دوست با هم باقی بمونیم و رفاقتمون با هم باشه، بهتره این که بخوایم مثلا بریم توی رابطه فیکس کامل. بعد دختره قبول میکنه، این دو تا پسر همزمان تو خیابون میبینه، بعد میگه نه با این نگردین، این خیلی آدم لاشیه، این بکن نروه، تو آدم با معرفتی هستی. حالا اونی که راستش گفته میشه لاشی، اونی که لاشی بازی در آورده با نقش این کار انجام داده میشه آدم خوب. چرا به نظرت؟ چون علتش اینه که توی فرهنگ ما خب این داستان سکس و اینا از خیلی قدیم هم جا نیفتاده، هنوزم جا نیفتاده و جا نخواهد افتاد. سکس یه چیزیه که توی جوامع ایرانی هنوز جا نیفتاده. اینو جوامع آلمانی هم همین آقا. نه تو آلمانی تو میگی من میخوام باهات فقط بخوابم، یارو بهت میگه یا اودا نه، یا آره یا نه، تموم میشه میره. تجربه داشتی؟ نه. ولی توی جامعه ایرانی اینجوری نیستش، این بده. تو اگه همون موقع بگی که من میخوام باهات بخوابم قبول نمیکنه، ناراحت میشه. اینجوریه دیگه، همه اینجوریه. کسی هم که خرابم باشه اینو بگی اونم شاید باهات نیاد. ولی باز برمیگردیم به حرف تو، دوست دارن گول بخورن، دوست دارن واقعیت رو نشنون. ولی دلیلش هم اینه به نظر من، چون بحث خیلی مهمیه، میتونیم ساعت‌ها راجعش بحث بکنیم، زمان داریم. یه بار این داستان برام یکی از دوستام تعریف کرد، دوست داشتم یه جوری بگنجونمش توی این ویدیو، حالا این بحث باز شد، گفتم تعریفش کنم. گفت من یه بار یه دختر دیدمش توی یه موقعیتی و اومد در گوش من گفتش که راست میگن خرابا شانس دارن. حالا خرابا نگفته بوده، حالا چون ویدیو یه مقداری خانوادگیه نمیخوام بگم مثلا گفته بود راست میگن جندا شانس دارن، من دیگه از اون واژه استفاده نمیکنم. گفت راست میگن خرابا شانس دارن. چطور؟ من گفت آره تو 2 سال پیش اومدم پیش، یعنی دختر اومده پیش پسره گفت آقا فلان کارو برام بکن. پسر هم بهش گفت که من به یه شرط این کارو برات انجام میدم، تا ندی من این کارو برات نمیکنم. گفتم برو بابا من خرابم، من جندم فلان اینا. رفته بود، بعد رفیقش اومده بود پیش این پسر دوباره. ای دوزای کلاشا، ای قالت آقا، ای جیب برها. دوباره همین هم به این رفیقش گفت. دختر خوشش اومده بود و باش کار اداری رو انجام داده بود. بعد از اون قضیه پسر خیلی هوای دختره رو داشت و معرفیش کرد این ور اون ور، خلاصه دختر پیشرفت کرد رفت بالا. دختر اولی اومده بود به این پسر گفت بود که آره دیگه چون اومد به داد تو کار براش راه انداختی. اینم گفت نه بابا چرا اینجوری فکر میکنید؟ 2 سال پیش من اومدم به تو گفتم تو ما ندادی، ولی تو این 2 سال تو با اصغر و تقی و نقی و ایکس و وای زد بودی. اون به پیشنهاد ازدواج داد، اون به پیشنهاد دوستی داد، اون به بعد کدوم 2 ماه 3 ماه بودی. تو بعد از 2 سال که الان اومدی پیش من 5 تا فلان مختلف تجربه کردم، فقط تو این 2 سال با ما بود. پس تو دوست داشتی اون دروغه رو بشنوی. اون داستانه که من گفتم من خیلی جالب بود. حالا به نظر خرابا شانس دارن؟
هر چی خراب باشی، آدم بدی باشی، حرامزاده باشی، کارت بهتره. برای ما داریم ترویج خراب بودن میکنیم که. نه آخه تو بدهی. الان من ته ویدیو یکم آموزنده آقا کاتش کنم. بله ماشاءالله ما هم چقدر توی این موضوعات هنرمند و چقدر استاد و چقدر پرتجربه که راجع به این موضوعات صحبت کنیم. یعنی وقتی آرتا نیست موزیک هم جواب نمیده، سیگار هم حال نمیده، فقط یه چیز حال میده، فلسفه دختربازی. که ما دیگه خلاصه تونستیم این فلسفه رو به نحو احسن به سرانجام برسونیم و تو مسیرم گفتیم یکم سیس و رخ عقاب بگیریم، چند تا تصویر بگیریم، تصویر اسلوموشن بکنیم، چوسی و رخ عقاب و این صحبت‌ها و شما جاده رو ببینید. اما میدونید دیگه تو آلمان درست محدودیت سرعت نداره، یعنی ماشین شما تا خشتک هر چقدر سرعت رفت شما باش برو. اما این ماشین تل تخمی که ما گرفته بودیم چون کرایه کرده بودیم گفتیم بریم تا هامبورگ بیشتر از 185 تا نمیرفت. یه ما گفتیم بریم دیگه، حالا خدا رو چه دیگه هوا داشت کم کم بارونی میشد، جی پی اس هم زدیم دیدیم آقا کلا این آرتا اینا رو گم کردیم، گفتیم بزنیم بغل یه استراحتی بکنیم، شاید اونا به ما رسیدن، یه شاشی هم بزنیم بر بدن. و بچا من دیدم بارونه گفتم این کلاهمو بذارم یکم قطره بارون افتاد روی لنزم، نگاه کن این همه جا باید بفته تو لنز. شایان جان گفتم بریم یکم بشاشیم، از این فرصت استفاده کنیم در این استراحتگاه بین راهی ببینیم که اوضاع چطوره. بله میبینیم که رسیدم دم اون مرکز الاسرار WC، میبینیم که توالتشون هم خرابه. Die Toilet ist kaputt. Bis wann? Okay, was soll ich machen? گفت نه حالا به خاطر تو اگه شماره یک تاری برو کار انجام بده. Danke. Okay. Sagst du auf Italien? Seguite mio fratello che è un youtuber, per favore. Buona giornata a tutti ragazzi. Grazie. Prego. اوکی گفت آقا اینو فالو کنید. ایرانی من دنبال ایران چه بارونیه. Thank you. بای آقا چه بارونی شد نگاه کن. من دنبال خانومم دیدم، خانوم ایرانی بود رفت توالت مرد زنونه، تمام لباسم خیس شد. اینم از هوای آلمانه. رفتم رفتم توالت زن ایرانی بود اونور، گفت بیا توالتش کار میکنه. فکر کنم اون ماشین اونوریه بود، نتونستم تصویرشو بگیرم. البته نگاه کن خیس شد عینکم. دستمال نداری؟ تو معمولا برای کارهای داری دستمال داری؟ هوای لباته. چنا منتظریم. شاید نشون بده بچه‌ها ما لایو لوکیشن دادن. ما الان نقطه سبز بالاییم، آرتا اینا پایینن. فکر کنم 20 دقیقه با ما فاصله داره. خلاصه تو مسیر رفتیم و راجع به جاده‌ها صحبت کردیم، راجع به قوانین آلمان صحبت کردیم و انگار مثلا ما تو آلمان به دنیا اومدیم یه جوری دقیق قوانین آلمان میگفتیم، یه جوری چوسی میومدیم انگار ما مثلا بچه کف آلمان بودیم، مثلا تو این جاده‌ها بزرگ شدیم. بچه‌ها این تابلویی که اینجا می‌بینید، حالا اینور الان تابلوشو گرفتیم، این تابلو پایان تمام محدودیت‌های سرعته. یعنی شما الان هر چقدر که ماشینتون جا داشته باشه میتونید سرعت بدید. ماشینی که الان ما حالا اجاره کردیم چون ماشین خودم نیومدم 185 تا بیشتر سرعت نمیره. اصلا ما مایکل شوماخر مناطق معروف. واسه رفتیم زدیم به دل جاده، گفتیم حالا یکم شروور بگیم که به هر حال برسیم هامبورگ. پشت فرمون چیز باحال دیدم از این بازیایی که اینجوری توش پول میندازی. دستگاهش فکر کنم خرابه. آره نوشته که 1 یورو بندازی 2 بار، 2 یورو بندازی 2 بار. 2 یورو بندازی کار میکنه؟ چجوری کار میکنه این سیستم؟ چجوری مثلا نفهمیدم چجوری کار میکنه. چی 2 یورو به گال داریم الکی. به پروا نمیخوری. 2 یورویی نداری؟ خب ببری. معلومه چجوری کار میکنه. ریدم. فکر کنم بعد قلاب بندازه اون. فکر کنم چیزی. خب بده یه 2 یورو انداختم توش، تازه یاد گرفتم. 200,000 تومان ضرر زدم. من تو زندگیم هرگز نگذاشتم دلار پول من رو تحت تاثیر خودش قرار بده. اشتباه زدی که رو آ وایسادی. بعد روی یک وایسم؟ نه روی عددی. نه وایسا، نه این انگل نه، این ثانیه شمارشه. نه دیگه یه دور دیگه داریم. ببین مثلا بزن وایسا همینجا اینجا وایسا. نه صبر کن. آ رو بری. این بعد بره اون تو فکر کنم. فهمیدم. خب بعد دقیقاً بری روش بزنی. روش بعد بزنی. خب هیچ 2 یورو دیگه بده. 1 یورویی. مثل این گدا هست. 1 یورویی به من بده. 4 یورو به همین راحتی بگاه دادین. هیچ اتفاقی هم نه. فقط بگو آخه چه کاری. سنس دارم بشین پشت فرمون. به ما نیومده این بازی. بگی دستت اینو. خیلی زای قول پنیم بخوای نسکافه. نه دست شما در نکنه.
خلاصه رسیدیم به شهر زیبای هامبورگ و جایی که شاید خیلی ها به خاطر اسم مهدی مهدویکیا اونجا رو بشناسن دیگه. Madavikia, Barbares, Madavikia, nach 20 Minuten die Führung des HSV. Der Iraner feiert kleines Dienstjubiläum mit seinem 25. Bundesligator und Hamburg feiert. شاید شما هامبورگ رو به اسم مهدویکیا بشناسید دیگه که لقبش هم توی شهر هامبورگ موشکه. مهدی مهدویکیا تو هامبورگ میگن موشک، شماره 2 تیم فوتبال ایران هم به تن میکرد یه زمانی و چه سانترای دقیق میکرد. ما قراره که قشنگ شهر زیبایی بود، یعنی لامصب انگار یه سیبی بود که با اهواز خودمون نصفش کردن که یه ورش گندیده بود که اون یه ور گندیده احتمالاً اهواز. بگی ببینم چی میخوای بگیرم؟ بگی یه داری بگیری بگی من تو میگیرم. این آقایی که این پایین میبینید بالاخره ساعت چند رسیدی به هتل؟ چند ساعت میگیشید؟ 12:40 ما رسیدیم به هتل محل اقامت و قراره که فردا شب بتره کنیم توی مصر. 12 ساعت تو پرواز بود آرتا، بالاخره رسید توی برنامه. به اندازه 15 نفر اینا ساک دارن، من نمیدونم البته راستم میگم چون تقریبا نزدیک به 3 ماه توی تور، مجموعاً 3 ماه میشه، بعد به اندازه 3 ماه وسیله برداشت. فتنه گروه رو داریم اونجا. چی میخواد؟ این دیجی مو چی میخواد؟ این قراره که تو یوتیوب پخش بشه. بگو یکم تعریف کن ازش حال کنی. خدای کارت خیلی خوبه. نه من نه از اپیزود بکستیج امیر فردین هم من براتون میدم بیرون. خیلی باحاله، حتما تو توییچ ببینید. بریم چکین کنیم تو هتل بریم. اینجا این تیکه ویدیو هم نگاه کن، اینجوری میرم دکمه میزنم میرم داخل اتاق. این چوسیای رخ کاره. دیدی طرف میاد مثلا میخواد وارد هتل بشه، نشون میده آقا من چه ویویی دارم. ما گفتیم آقا چوسی کارو بیایم دیگه، ویو اتاقو نشون بدیم. ویو اتاقو به رخ حریفان کشیدیم و خوابیدیم. صبح که بلند شدیم این شایان نمیدونم با خودش چی فکر کرده بود. تو پاشو بریم ورزش. شانس دیشب به من تجاوز، بعد بلند شده میگه بریم ورزش. میگم نگاه میکنم میگم در من چه دیدی همچین پیشنهادی الان به من میدی؟ داداش بو مال آدمای لاکچری سر زود خواب بلند میشن آب پرتقالش رو میخورن میرن ورزش. یعنی دیشب خروپوف نمیکرد، عربده میزد. جو خوابیده میگم نمیشد فیلم بگیرم چون خودم حال نداشتم. پشمای من نگاه کن، خدا هر چی تو سرم مو نداده بهم پشم داده. حال میکنی؟ خودت دیشب چند تا از قطعه‌های فاخر بتوون اجرا کردی به سمفونیک زنده، بعد چند تا نوت بلند میزنی، نوتایی که اصلا خود بتوون نمیتونست بگیره. بعد دیشب خب میخواست منو بیدار کنه، روش نمیشد، این پتوه رو تکون میداد. فازی با خودش گرفته بود، فاز ورزش گرفته بود. گفتم ما بشین سر ورزش کیلو چنده. خلاصه ما آماده شدیم برای سانچک. ببین سانچک همون تست صدا یکی از مهمترین کارهایی هستش که خواننده‌ها قبل از اجراشون انجام میدن. البته این نکته رو هم بگم که معمولا از سانچک یا تو همون مرحله تست صدا ویدیویی بیرون نمیاد، چون اسمش روشه تست صدا. خواننده بعد صداشو تست کنه، صدا بعد لول بشه. ممکنه لحظه‌ای که داره تست میکنه فالش بخونه، چون داره تست میکنه بالاتر میخونه پایینتر میخونه، صدا رو کج میکنه راست میکنه. اما خب اونجا ما تکنسین حرفه‌ای داشتیم، دیجی مو رو داشتیم و دیجی جردن رو از شهر شهید پرور کل. شما که کنسرت ها رو به راحتی میبینید بدونید قبلش چقدر زحمت داره، باید تمام اینا تنظیم بشه، درست بشه که شما صدا رو با بالاترین و بهترین کیفیت بشنوید اینجا. و اینا سختی‌های قبل از کنسرته که الان نزدیک به 3-4 ساعته دارن. اما بحران اصلی اونجا بود. متاسفانه سیستم صوتی برابچه آرتا و دیجی ها وصل نمیشد به سیستم صوتی سالن. یعنی همه استرس داشتن. آرتا که اون گوشه بود اصلا نمیشد نزدیکش رو، بقیه هم همینطور. یعنی گفتیم آقا کنسرت کنسل، رفت رو هوا چون وصل نمیشد. یه اتفاق عجیب افتاد موقعی که داشت آرتا سانچک میکرد، مثلا که یه سری امکانات رو فراهم نکردن. کنسرت فعلا تا این لحظه کنسل، داریم برمیگردیم هتل. اما برای ایرانی‌ها کلاً هیچ چیزی محال نیست. دوستان تصمیم گرفتن و با رشادت خودشون و با ایثار خودشون سیستم صوتی رو دقیقه 99 وصل کردن. خب اینجا آرتای خسته رو داریم. البته همیشه پر انرژی ها، ولی خب دیگه هیچ وقت نمیشه گفت خستگی همیشه با کار هست. قلب من چطور می‌بینی کنسرت امشب؟ چطور می‌بینم؟ سالنش خوبه، ساوندش خوبه، تیکت هم که خوب فروختیم. فقط استراحت ریز باید بکنه دیگه. ان شاءالله که زود تموم شه
میتونم برم یه استراحت بکنم. فکر کنم در طول 72 ساعت گذشته ماکسیموم آرتا 3 ساعت خوابیده. نه بابا 10 ساعت خوابیدم. 10 ساعت شد. پس 3 تا رو هم. 3 تا رو هم در روزی 3 ساعت. روزی 3 ساعت اوریج ما رفتیم. بعدش هم یه کازینو میرسیم بریم. امشب هلند بریم کازینو. هلند. آقا بسته شد. کازینو امستردام. با ما همراه باشید. قرار رولتو جمعیت زیادی هم پشت در سالن بودن، میخواستن بیان داخل عرق و بخورن و مست کنن و بکوبن و بپاشن و بریزن و بکنن و بمالن و بحالن، ولی متاسفانه نمیتونستن بیان تو که داشتیم سانچک میکردیم. خلاصه سانچک با موفقیت انجام شد و آرتا رفت لباسشو عوض کرد. خب آرتا چند دقیقه دیگه قراره که اجرا بکنیم. چند دقیقه دیگه؟ 20 دقیقه دیگه. استرس نداری هیچ وقت؟ من آدم کمیاد استرس دارم. الان من خیلی شلوغ شده. میخوام بپری تو جمعیت. یه شیرجه بزن. ولی کمتر از 24 ساعت دیگه کنسرت آمستردامو داریم و باید 600 کیلومتر بریم. 600 کیلومتر. نه 350 کیلومتر. می‌خواستم هوایی ببرمش. بعد گولش زدم گفتم زمینی بریم با هم. بعد زمینیمون قرار بود 3 ساعت باشه، الان لو داد. 7 ساعت. نه 3 ساعت و نیم. شاید فردا قول بابام ان شاءالله امروز راست بشه. ان شاءالله. ثانیه به ثانیه به جمعیت تو سالن اضافه میشد. یکی بود یکی نبود. جمعیتی بود که میومد داخل و خلاصه با هم دیگه حال و عشق و کیف و کوک و حال. دیجی ها هم میکوبیدن و میسابیدن و آهنگ تتلو و آدمای مختلف رو میخوندن. مردم هم هر ثانیه به مست بودنشون اضافه میشد. البته این یکی از ویدیو کرمیزی نرم از بغلی هم داشت دیگه. اینجا دیجی تو جو بود، یو من رفتم سمت دستگاه دیجی و صدا رو دادم پایین. ملت که داشتم میخوندن دیجی برگشت گفت آقا اینجا با دستش گفت آقا صدا رو ناموسم بده بالا. من لج کرده بودم نمیدادم بالا، مردم هم میخوندن. بچه دارن هماهنگ میکنن که کدوم موزیکا رو اول پخش کنه کدوم دوم. به نظر من به خوناله برو بالا ببین وایب چیه. بچه‌های لندن حال میکنن. حالا نگرش آره خوبش خاصی اونجا رسید. اوکی پس من فقط فاصله کنسل تا آره رو میخوام بدونم چند تا کنسل تا آره تقریبا 5 تا ترک. 5 تا ترک. آره. ولی کنسل آهنگ سومه. دارن هماهنگی میکنن برای جابجایی آهنگا. آره رو 2 تا ببر. یعنی بیاد بعد کی؟ آره بعد کی. بازم بره بیشتر بعد کی نه؟ پس ببین الان یه بار بالا میخوام ببخشید. آره. جلس، یادگیز، کنسله، ازت بدم میاد، یه بارم من، بوم، زندگی همینه، اراده کن، فنا، کی، آره، میدونم، مایندینگ، دل اینساید، من و تو، دل من، میامور بود؟ میامور هم مایندینگ. آره مایندینگ گفته. چند تا آهنگ میخونید بچه ها؟ 16 17 تا آهنگ نزدیک به 1 ساعت. ولی خب اگه خیلی مسئله ممکنه آره رو 3 بار بخونم. خیلی خب ولی فکر میکنم نزدیک به 1 ساعت و نیم. 7 بار خوندم یه بار. بچه من و آرتا رو میتونید الان دیگه من و آرتا رو میتونید توی یه کادر ببینید با آینه پشت سرت. Security's with us today. I'm going to show you what I'm going. I need a good shot of him walking out. He's ours. He's ours. Okay, well then I'm walking out with you then. Yo, Ali's walking out with you and Mehdi. So Ali's going to go to the front. آرتا خسته یا؟ Then it's you, then it's Mehdi. ولی میخوام پر انرژی. اصلا انرژی مردم I'm gonna go get one video of the crowd on this first, then I'll come back in 2 seconds. Hold on. داشتم بعد از اون آرتا آماده شد که بیاد روی استیج. اینجا لحظه‌ای بود که درجه حرارت حشریت و بشریت همه زد بالا. آرتا وارد سالن شد. ملت جیغ بود، پورا پاره پوره همه چی اومدن توی سالن و خلاصه به عشق آرتا همه خوندن و زدن و کی شب تو رو کرد و از این صحبت‌ها و آره و اینا. خب جمعیت هم با هم دیگه دور هم دیگه اشغال میکردن، اما این وسط آرتا از این دست آدمایی نبود که اگه جمعیت ببینه رفیقشو فراموش بکنه. تو این هیری بیری یه تماس ویدیو کال با کوروش گرفت. هم
بندی خودش در گروه وانتونز و رفیقش که نتونسته بود تو این سفر همراه باشه و یه تماس تصویری باش گرفت و مردم هم کوروش رو دیدن و این حرکت واقعا حرکت خفنی بود، یعنی پشیمون بود. خلاصه خون همراهی کرد با ویدیو کال، دور همدیگه بودن و با همدیگه خوندن. حتی یه آهنگ مشترک رو هم سارن داشت با آرتو و جیدن، هم چند تا آهنگ دارن. جای تو خیلی خواهده بجون نزد لاف نیستون باش داشتم یه بارم من میخونم بودم بگیرم I love you. یه بار دیگه بچه کوروشم به زودی میاد همه میاد کنسرتش میتره کنید I love you bro for real. خلاصه خوندن آهنگا رو یه تیکه ما سارن آوردیم رو خط و سارن هم اومد با جمعیت و مشروب خوب نیست آقا ولی لطفا ببین موبیل داری اذیت میکنی امشب رفیقاتو آوردی داری هی هول میدی نمیشه که موبیل جونم عشقم جلسو همون اول خوندم مرد حسابی کجایی تو یه بار یه بخونم آخه جلسو الان آهنگ بعدیش خیلی خفنه اونو دوبار بخونم میگه چی میگه امشبو نیستم دیسلامو نیستم کسا زیر بیستم دوست عزیز آره میگه چی میگه امشبو نیستم دیسلامو نیستم کسا زیر بیستم آره بشون آره اون برمون اوکی کنسله داش امین اینجاست امین برگه دنبال افشاگری من نمیدونم چی میخواد افشاگری کنه کی تو این سالونه که میخواد فدایی بشه خدا میدونه درست میگم به ما رحم کن رفیق چی داریم سالی؟ اوکی بریم یه آهنگ قدیمی ولی سوپر مگا هیت بخونیم دستا بالا دستا بالا دستا بالا دستا بالا دستا بالا دستا بالا بریم داشتی پشت یکی داره اذیت میکنه کی؟ دعوا شده دعوا شده کی؟ اون بره؟ کی؟ این بره؟ اون بره؟ لاتشون کیه اینجا؟ من داشت سپر دارم وقتی سپر هست کی؟ بیگ شات اوت تو مای بوی سپر این
حتی اگر بچی بزنم میگم برو هر روز هفته باید ببینم تو رو حتی بشینم تو اصلا معلوم نی کجایی پورتوریکو اگه میخوای بری برو من ندارم بینشو میخوای من کنی تو نخواهم الان حتی نمیخوام بگم بک استیج مثلا نگم براتون دیگه، دیجی مو بود، پارسا به عنوان منیجرش، کیان، الیور که من بهش میگفتم الیور کان، خلاصه همه داشتن اون وسط حال. کم کم به لحظات پایانی میرسیدیم و کنسرت داشت تموم. آرته چند تا عکس یادگاری با طرفدارش گرفت و اومد تو بک استیج. بک استیج هم شور و حال و حاست خودش رو داشت و خلاصه چند نفر اومدن باهاش عکس گرفتن، هم خوشحال بودن. ساعت نزدیک به 4 صبح و باید آماده می شدیم برای کنسرت شهر بعدی که شهر شهید پرور گلکش آمستردام بود و باید همه می خوابیدن و استراحت می کردن، چرا که بعد فردا راه می افتیم. دقیقا فردا شب ما تو آمستردام باید ویدیو می گرفتیم، اینا بعد می خوندن. 3-4 ساعت اینا فرصت داشتن که خودشون آماده بکنن برای کنسرت آمستردام. خلاصه شال و کلا کردیم و بساطو جمع کردن، همه رفتیم سمت هتل. آقا کنسرتم تموم شد، دارم برم توی اتاقم تو هتل و فردا سفر به آمستردام رو داریم، بریم ببینیم که چیکار میکنیم. و خوابیدیم. فردا آماده شدیم برای اینکه از هامبورگ بریم به سمت آمستردام. مسیر هامبورگ به آمستردام اصلا توی یه لیگ دیگه براتون جذابه که در ویدیو بعدی به شما خواهم گفت. پشم و پیل و کرکوپرتون خواهد ریخت. یعنی اتفاقاتی که تو آمستردام افتاد روده به دلتون نمیمونه، انقدر میخندید. ویدیو بعدی ما مسیر ما از هامبورگ به آمستردام. تازه از آمستردام هم یه آمستردام گردی، به قول بچه‌ها آمستردام میگن آمس، کف آمس هم رفتیم دور کردیم، رفتیم به سمت میلان در کشور ایتالیا. با این مجموعه ویدیو با ما همراه باشید دیگه. حالا نمیدونم خوشتون اومد نیومد دیگه خودتون میدونید دیگه. ما رو فالو کنید، لایک کنید، بفرستید برای دوستاتون، اشغال کنید، کامنت هم بذارید ببینیم دنیا دست کی امین فردین از افشاگری رسید به بلاک سازی. خیلی مخلصیم.